خود برادر شما آقای جمشید رسام مصروف اینم تو مسائل هستن و توصیه میکنن و تدریس میکنن و بعضی از راههای را پیشنهاد میدن که دیرا نرین، دیرا برین، اگه دیرا رفتین چا هست، دیرا برین دستاورد داشته باشین. همین اشخاص خود من همیشه وقت میگم بارگزای صاحب همگی ما از همین کراچیوان در جامعه بگیر تا مو بالا را همگی در پای عزیز میگن ما خدمت میکنیم به جامعه. همین خدمت جامعه کجاست؟ چی شده؟ چی تغییر آمده در خدمت جامعه؟ حتی آقای جمشید رسام یه داره داشته باشه. حتی هم بلاز فکری با اکثر کاراش من مخالف هستم. و طور مثال روز پیش بود یا 3 روز 2 روز پیش بود یک جایزه گذاشته به مطالعه کردن 4 لک افغانی. کجای کار درست است؟ چی را میخواد با ثابت کنه؟ ما 100 سال است مطالعه کرده روان هستیم. مطالعه چی درد ما را دوا کنه؟ چرا بود کاربردی پیدا نکنه؟ چرا بجای از این آمد تمیز 3 قسمت کنه؟ ما سر مقالات کار میکنیم، مقاله نویسی علمی کار میکنیم که بریم نتیجه بگیریم.